سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام یه تکنیک رو اجرا کنم که مربوط به رنگامیزی هویج و کشیدن اون میشه. شما هم اگه میخواین بکشین میتونید هویجتون رو بزرگ بکشین و یه دونه تک باشه، یا میتونید مثل من چند تا هویج کنار هم بکشید. اگه یه هویج تک و بزرگ بکشید، خب رنگامیزی کردنش به طب ساده تره و اینطوری خیلی رنگ ها بهتر خودشون نشون میدن، چون که کارمون چند لایه‌ای هستش. سعی کنید از همون اول طرحتون رو کم رنگ تر بکشید، اینطوری بهتره. و طرحمون که تموم شد میریم سراغ رنگامیزی این کار. طرحمون که تکمیل شد و کامل اون طرح رو روی مقوا پیاده کردیم، میریم سراغ پاک کردن اون با پاککن خمیری که مداد کثیفی های مداد رو بگیره. اینجا برای رنگامیزی از رنگ آبی استفاده میکنیم. چرا از رنگ آبی استفاده میکنیم؟ چون که در چرخه رنگ که اگه برین میتونید سرچ بزنید که چرخه رنگ به چه صورت هستش. در چرخه رنگ آبی روبروی رنگ نارنجی قرار داره و برای اینکه به کارمون عمق بیشتری بدیم، اول از همه با رنگ آبی یه لایه نازکی روی کارمون ایجاد میکنیم و بعدش میریم سراغ رنگامیزی لایه های بعدی که جلوتر بهتون میگم از چه رنگ هایی باید استفاده بکنیم. روی قسمت شاخ و برگ‌ها هم برای عمق‌گیری بیشتر کار، برای اینکه کارمون حجم‌دارتر بشه، از رنگ قرمز استفاده می‌کنیم. لایه اول حالا تو این قسمت برای لایه دوم کار از روی نارنجی خیلی کم رنگ استفاده میکنم و کل کار رو با اون رنگ میکنم. و همینطور که توی تصویر میبینید برای هویج‌های بعدی هم این کار رو انجام میدم و تکرار میکنم. و برای
لایه دوم شاخ و برگ های این هویج از رنگ سبز خیلی روشن استفاده میکنم و سعی میکنم تمام کار رو از این رنگ استفاده بکنم و پخشش کنم. یه نکته که خیلی مهمه اینه که بذاریم رنگ ها کاملا خشک بشن و لایه های بعدی رو روش اجرا بکنیم. اینجا هم گذاشتم که اول لایه اول و دوم کامل خشک بشه، بعد لایه سوم رو بذارم و لایه سومی که گذاشتم از نارنجیه که خیلی پررنگ تر از نارنجی لایه دوم هستش. برای طبیعی تر کردن کارمون میتونیم از سایه استفاده بکنیم و قسمت هایی از کار رو بهش سایه بدیم. بعد از اینکه گذاشتیم شاخ و برگ هامون خشک بشن، حالا از لایه سوم استفاده میکنیم. در لایه سوم این کار من از سبز پررنگ تر از اون سبز لایه دوم استفاده کردم و یک سری از نقاط رو روش این کار رو انجام میدم. و برای لایه چهارم هویج از رنگ قهوه‌ای استفاده کردم که خیلی نازک روی قسمت‌های پایینی هویج به کار بردم. توی این قسمت دیدم که اون قهوه‌ای هم خیلی کم رنگ بود. اون قهوه‌ای که اول استفاده کردم دوباره باز اون قهوه‌ای رو شارژ کردم و روش تکرار کردم که حجمش رو خیلی بهتر از قبل نشون بده. اینجا هم یه سری ریزه‌کاری انجام دادم که با همون سبز پررنگی که برای لایه سوم شاخ و برگ استفاده کرده بودم دوباره نازک نازک روش کشیدم که حالت طبیعی تر جلوه بده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک بکنید و اگه کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب.